شورای موافقت‌سازی متن آهنگ سرودها در نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در همکاری با کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شود. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان در یک مراجعت خود از حکومت تاجیکستان خواستنی است نسبت آوازخوان‌هایی که معیارهای زبان تاجیکی را ویران می‌کنند چاره‌جویی شود. هر چیزی که از نگاه قانون تنظیم کرده نشود البته یعنی هر چیز یعنی همون غیر معیار بودن و زیادتر می‌گردد. بنابر همین تنها در دایره قانون باید اینو عملی کرده شوند. از این رو از جانب اشتراکداران واخوری امروز توصیه‌نامه قبول کرده شد و از جانب کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان توصیه‌نامه برای دستور گرفتن با حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده می‌شود. این مراجعتنامه کمیته که در یک ملاقات در موضوع زبان ترانه‌ها در وزارت فرهنگ روز 6 دکبر صدا داد از 12 بند عبارت است و در آن همچنین توصیه شده است که ثبت و نشر کلیپ و ترانه‌ها بدون موافقه و اجازه مقامات دخلدار منع شود. سرودهای حافظان با نام کوچگی و سرایندگانی که متن سرود و ترانه‌هایشان غلط صدا می‌دهند طریق برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی نباید پخش کردند. مسئولین کمیته زبان از متن‌های کاسته و مغایر با معیارهای زبان در ترانه‌های گروهی از آوازخوانان نگرانی کردند. چرا تو بودی یک گل خندان که خندیدن نداری دوست، دلم صدباره میگردد که میگردی تو دور از من، بمیرم از غمت روزی که پرسیدن نداری دوست، چو فریاد و فغان دارم که بشنیدن نداری دوست. مسئله تنظیم و نظارت متن آهنگ‌ها در این نشست بحث را به میان آورد. برخی از زبانشناسان گفتند تنقید آوازخوان‌ها راهی حل نیست. برای آنها شرایط و زمینه مهیا باید کرد که در انتخاب متن سرود و آهنگ مشکلی نکشند. این را کی میتواند برای آنها تیار کند؟ این سوال است. در این نشست فقط هنرمندان از دسته‌های تابع اداره‌های دولتی شرکت داشتند. بی نتیجه از صحبتمون هیچ نتیجه ندارد. من گپ زدیم رفتیم. فخرالدین ملیک در این مورد ایراد گرفت و گفت بعید نیست که با چنین ملاقات و نشست‌ها چیزی در صنعت تغییر یابد. با ستاره تابناکی جمهوری تاجیکستان در این قدم می‌دوید. اول قدم می‌برد در جای دولتمند خود در جای دیگر استادو. این شرمندگی است برای ما. این سری خم است. اما به تنظیم شدن متن سرود هم ضدیت نکرد. همون رسالت خود را به مسئولیت بپذیرند. و دیگر مورد این است که هنرمندان و آوازخوان‌ها و صاحب ذوقانی که این امکان را ندارند کنار میگذارند و انا همین یک هویت فرهنگی که امروز از این همایش برپا شده است انا همون دفاع می شود. در این ملاقات پیشنهادهای هم صدا داد که پخش ترانه‌های دارای متن کاسته در طربخانه و نقلیات و حتی رسانه‌های مستقل منع و نظارت شود. برخی تشبث نوی نهادهای حکومتی را محدود ساختن حقوق هنرمندان نامیده‌اند.